و هم خدا چی میگفتن؟ بگوی و هم حنیف میگفتن. خدا مشرکین مکه خدا حنیف میگفتن، میگن ما ابراهیمیستیم. قرآن سرشان رد کرد. مسلمان ابراهیم خلیل الله مسلمان بود، مکمل تسلیم به نظام الله تبارک و تعالی بود. چرا؟ به خاطری که او به ادیان باطل قطعا همکاری نکرده، سجده نکرده. او شما خود تسلیم به الله نیستی، بلکه به بتاستی. نظرایتان به نام بتاست، حاجتایتان از بتا میخواه. و ما کان من المشرکین، نبود از جمله کی؟ مشرکین. او خود مشرک نبود که شما دعوا داری. خیر کی؟ عالی کی است که خیلی لایق است که او ادعا بکنه خود ابراهیمی بگوید، حنیفی بگوید؟ کدام مردم است؟ قرآن واضح میکنه. الله بکنه که صفات در ما و شما پیدا شود. خو یک دفعه در این ترازو خود طول میکنیم که یقینا در نقش قدم ابراهیم خلیل الله رفتیم یا نه. ان اول الناس بابراهیم، یقینا اولاترین لایقترین سزاوارترین مردم به ابراهیم، به ابراهیم علیه السلام که دعوا بکنه که ما ابراهیم استیم. للذین، هم مردمی است اتبعوه که تابعداری ابراهیم خلیل الله را کرده. تابعداری ابراهیم خلیل الله را کرده هم مردم است. نکته را میگم براتون. و هذا النبی، اینمی پیغمبر علیه السلام است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده یا لایق هستند که یا نسبت خدا به ابراهیم بکنه. والله ولی المؤمنین، الله دوست کارساز مؤمن است. مؤمنا را الله امورش جور میکنه. در میدان کامیابی را نصیب کی میکنه؟ الله مؤمنا میکنه. قرآن نژاد، قومیت، جغرافیا، سمت، تنظیم، این گپا را مکمل همینطور رد میکنه. گروپ ابراهیم خلیل الله و کسی که خدا ادعای ابراهیمیت میده، این به اعتبار نژاد و قوم و تنظیم و منطقه نیست که کسی در عراق زندگی میکنه یا در مصر یا در فلسطین ابراهیمی است، یا کسی به نژاد در قومی نسبی ابراهیم خلیل الله سوره ابراهیمی بگویم، یا کسی که در تنظیم ابراهیم خلیل الله در رجستر نامش نوشته شده ابراهیمی بگویم. ابراهیمی کسی شده میتونه للذین اتبعوه، که قدم به قدم به نقش ابراهیم خلیل الله روان باشه. او نور ابراهیمی گفته میتونیم. انبیاء علیهم السلام که میایه دیوالای نژاد و قومیت و جغرافیا و این گپا را مکمل از بین چی میکنه؟ و ایران میکنه. یک رابطه فراگیره، یک رشته فراگیره انبیاء علیهم السلام قطعی خود داره که کل مردم در او رشته چی کده رایسته؟ بگوی جمع کده رایست. او رشته چیست؟ عقیده و مفکوره. او را به نام رشته چی یاد میکنه؟ عقیده و مفکوره. کسی که در نقش قدم ابراهیم خلیل الله روان است، ولو که در هر منطقه است، از هر قوم است، بر لسان گپ میزنه، در تنظیمی که است، از او خاطر تنظیم بازی ما را در بدر میکنه. تفرق تحزب، حزب گرایی ما را در بدر میکنه. تو از لایت به خاطر رضای الله بازیش قدم نمیمانی، چرا در تنظیمت وجود نداره. قالی شما ببینید کسی که تنظیم داره زکاتش در کجاست؟ در تنظیم خودش است. صدقش در کجاست؟ خدمتش در دین در کجاست؟ دیگه جایی که بالکل کافر شکست بدیم قطعت یک قرط آبم نمیده. این در بدری هاست. انبیاء علیهم السلام برای محو اینمی حزب گرایی ها آمده. از همون خاطر ما در یک تنظیم الحمدلله نیستیم. دعوت های قدر زیاد شده که هیچ پرسان نکو. هر کس میگه ما میگیم ما در تنظیمی کیستیم؟ الله جل جلال. نام ما مسلمان است. سلفی که بعضی وقت میگیم این تنظیم نیست. خب دین الله را به مفهومی که سلف عمل کرده امور رقم ما و شما چی کنیم؟ عمل بکنیم. این کدام تنظیم نیست، قطعا تنظیم نیست. در روش سلفی خود روان شویم، اونمو قسم عمل بکنیم. اینی را به نام سلفیت یاد میکنم. سلفی برش میگه که نمیگی، مسلمان است. اینجا حنفی کسی است که تابعداری و به نقش قدم ابراهیم خلیل الله روان شده باشه. ما ملا صاحب یک کاری خوبه که در کل عمر خود کرده، امی کار کرده. در مسجد که رفتیم در حالت طفولیت، ملا صاحب یک سه گوه بر ما یاد داد. اگرچه یک گپش غلط بود، دیگه سه گپش درست بود. بنده کیستی؟ بنده الله و خدا میگه. تشریح نمیکرد بندگی را، فهمی قدر یاد داشتیم. امتی کیستی؟ محمد رسول الله. با ملت کیستی؟ ابراهیم خلیل الله. خب باز بعد از این میگفت به دوستار کیستی؟ باز میگفت یک چاریا را دوست داریم، دیگه مسلمان ها را کلش دشمن ماست. اینطوری میگفت. او صحیح نبود. اینالی وقتی که ما خود در ملت ابراهیم خلیل الله میگیریم، ملت بودن تقاضا میکنه که در نقش قدم ابراهیم خلیل الله قدم مانده باشیم. دیگه کارنامه ها و امتحانات و افتخارات ابراهیم بگذار.
تنها در یک افتخار اولیش که او مقلد نبود، دین بابا و اجداد خود به رسمیت نشناخت، تحقیق کرد، بلکه به یک جان شروع به مقاومت و مبارزه کرد تا که بتا را هم بگوید شکستاند. ما امی قدر غیرت کردیم تالیده. زمان ما و شما در ملت ابراهیم خلیل الله قدم گذاشته میتونیم که اولین مرحله ما این نمی قسم عزم داشته باشیم که ما رای تحقیق در پیش میگیریم، رای تقلید در پیش نمیگیریم، ما پشت تحقیق میگردیم و هیچگاه ما پابند رسم و رواج بابا و اجداد خود در صورتی که غیر معقول باشه نیستیم. غیر معقول باشه نیستیم. ما الله ما را عقل داده، تفکر داده، عالی خو الحمدلله کتاب الله وجود داره، علما وجود داره، مراجعه میکنیم، تحقیق میکنیم، حقیقت پیدا میکنیم و امور پیروی میکنیم. هر جوان ما چی خواهر باشه و چی برادر اگر اینی ذهنیت اینی فرمول قطعی خود گرفت، انشالله در آینده رای حق نصیبش است، رای هدایت نصیبش است. اگر نه که نه از ما که فلانی خوب میفهمید اینمی طور نه من دیگه طرف نمیرم، ایگه پاره که گفتی باز دیگه در اونجا باقی میمانی، خو امونجا لط خورده باقی بمان. عالی بسیار برادرای خیلی با فکر داریم که 100% راضی نیست در مسجد خود در نماز، در نمازی که امام میده، در تراویح که امام میده، در کارایی که امام میکنه، اما بیچاره محصور در بین کیست؟ بگوی مردم است. امو تراویح را این بیچاره هم قدش میخوانه، اگر چی در دقیقه میخوانه، امو نماز که نه قومت دایش معلوم میشه، نه جلسه، نه سجده، اطمینان اعتدال در رکوع، نه در سجده، امو را میخوانه. چرا؟ گیر آمده. نه گیر نبیاری خدا، مبارزه را شروع کنی، آرام ننشینی. این درس از ابراهیم خلیل الله یاد بگیری. ابراهیم خلیل الله یک نفر بود اما علیه شرک و بت پرستی مقاومت کرده، با پدر خود مناظره کرده، با پاچا نمرود مناظره کرده، با قوم مناظره کرده، بتخانه ها را شکسته. او ما تو خیلی افراد و نفر هستیم، ما تو چرا؟ ما توی غیرتی ما کدام طرف میره؟ او جاهایی که در اونجا شرک میشه ما تو منع کرده نمیتونیم. چرا؟ اینجاست که ما دست با هم نمیدیم، هر کس بری خود علیحده است، هیچ یکی با دیگه شناس هم نداره. والا چرا فعالیت نمیکنی؟ یک نفر هستم زورم نمیرسه. جناب سوال بکن، یک نفر نیسته. تو در کابل بیا، یک نفر در جمعه آمده بودوجه، پس در خانه آمد گفت مولوی صاحب می دلم بسیار سخت خوشوقت است. اما هیچ فکر نمیکردم که در کابلی طور گپ است. من گفتم خود تو هم اما بونکورکا واری بودی دیگه، هیچ نمیدیدی. مردم میگرده سوال میکنه چند سالت میشه؟ میگه من خود 10 سال است که در کابل زندگی میکنم. خب تو در این قدر سال کسی را نشناختی؟ از این معلوم میشه که تو قطعی هیچ کس رو کار نداری، هیچ دعوت نداری. اگر تو داشته باشی در یک روز جای مرکز پیدا کده میتونی. خب چیسته که تحقیق نداری، توم تقلید کده ای، توم البته دونه خانه آمده ای. از ابراهیم خلیل الله اولین درسی که ما یاد میگیریم تقلید کورانه جایز نیست. تحقیق بکنی، خود براسانه، دلیل پیدا بکنی، به استناد یک کار بکنی، در غیر از او درست نیست. اینی صفتای ممتاز ابراهیم خلیل الله بود. الله نصیب ما و شما بکنه. اگر ما و شما دیگه امتیازاتیشه، ابراهیم خلیل الله خیلی نبود، خاندانی بسته از زن گرفته تا اولاد مکمل تسلیمی کی بود؟ اینطوری خانواده کم پیدا شود که کلگی فکر و ذکر و همه چیسته مفکوریش یکی باشه. مادر از بچه کده پیش دعوت بده، پدر از بگوی اولاد کده، دختر کده، دختر از بیادر کده، بیادر از کی بگوی همشیره کده، یکی از دیگه پیشتاز در دعوت باشه. اینطوری خاندان خیلی کم پیدا میشه. خب خیر الله نصیب کنه. و ما کان من المشرکین للذین ان اول الناس یقینا سزاوارترین مردما، لایقترین مردما به ابراهیم، با ابراهیم خلیل الله که دعوا کنه، خود ابراهیمی معرفی کنه. للذین هم کسانی است اتبعوه که به نقش و قدم ابراهیم خلیل الله قدم گذاشته، اتباع کرده. هر پیغمبر که آمده قومش اتباع کرده. اتباع چرا میگه؟ پیروی کردن از کسی بدلیل. بچی؟ و هذا النبی لایقترین مردما که خود نسبت به ابراهیم بده ای پیغمبر علیه السلام است. والذین آمنوا کسانی که مؤمن است به اصطلاح قرآن
مؤمن واقعی به اصطلاح قرآن است امو ایمانی که قرآن معرفی میکنه. آلی وی ایمان در ما وجود داره یا نه؟ اگر موجود بود ما ابراهیمی گفته میشیم، اگر نبود باز کجاستیم؟ اگر در قبراش سجده میکنی، به پیرا سجده میکنی، به ملاها رکوع میکنی، باز دیگه خود ابراهیمی نگو، حنیف نگو، شده نمیتونی. والله ولی المؤمنین، الله کارساز متصرفی مؤمن است، دوست مؤمن است. از امو خاطر الله کارای مؤمنا را خود به خود ساخته است، جور کرده است. الله اکبر، چی یک بشارت عظیم است. اگر کسی مؤمنی واقعی باشه الله نصرت میکنه، الله کارساز است. یقینا ما که اینجا ترجمه را شروع کردیم به این پیمانه توقع نداشتیم که در مدت کم ما در این پیمانه برسیم. یقینا براتان میگم ما در ظرف 10 سال حتی تصور نمیکردم که کدام کارروایی که بعد از 2 سال در دسترس ما آمده، امور ما تمام داشتم که 10 سال بعد در دست ما بیا، اما الله متعال در 1 سال در دست ما آورد. او ما ای را یقین داریم اگر ما به اخلاص و صداقت خالص به خاطر رضای الله قدم بگذاریم، ما ان شاء الله شاهد یک انقلاب عظیم در وطن خود هستیم، خصوصا در طبقه جوان، چه از خواهر باشه چه از برادرها باشه. ان شاء الله این انقلاب عظیم آمده رایسته. این تقلیدای کورکورانه محو میشه، این پیر پرستی و این ملا پرستی و این قبر پرستی و چنار پرستی، این گنبد پرستی ها چی میشه؟ خود به خود از بین میره. و این نعوذ بالله دوستی هایی که با دنیای کفر و یهود و نصارا میشه، این دیگه باقی نمیمانه. چرا؟ ما یقین دارم که کتاب الله حاکم شد، کتاب الله در قلب مردم داخل شد. باز ما یقین داریم که مردم هم بگوی خدمتگاری کی میشه؟ کتاب الله، تابعدار کتاب الله میشه. باز دیگه همه گپا جور است. الله امطور ساعتها را بیاره که کل مردم درست باشه عقیدش. آرمان ما همیسته. والله ولی المؤمنین دوم ترجمش، الله دوست مؤمن است. وقتی که الله دوستی با مؤمن میکنه هیچ وقت دوستی خود او رسوا شرمنده خجالت نمیده. اگر مؤمن قدم میمانه برای خدمت دین الله، الله از اینکه بسیار غیرتی است الله برش میکنه عزت میده. ما به چشمش مشاهده کردیم. ودت طائفه من اهل الكتاب، الله معرفی میکنه یهود بشناسشه. یهود امروز یهود نیست، در زمان پیغمبر علیه السلام هم یهود بود. بزرگترین دسیسه کارا، بزرگترین فریبکارا، بزرگترین دشمن ماری آستین کی بود؟ و امروز که هر قدر عوامل تفرقه را مشاهده میکنی در رأسش کی قرار داره؟ یهود قرار داره. امروز 2 فرقه بزرگ که تقسیم شده شیعه و سنی، عاملش کیست؟ عبدالله ابن سبای کیست؟ یهودیست. با کدام عنوان ملت پاشان کرده، تیت کرده، متفرق ساخته. اینمی قسم تلاشای دیگه هم داره. مذاهب خود جور کرد، آلی در بین مذاهب دیوبندی و بگوی پنجپیری و بریلوی و بگوی دیگه شا صوفی و ایگا پاره. باز در بین طریقه هم این طریقه هاست. 4 طریقه خو مشهور بود به نام چی؟ بگوی آلی دیگه هر جناب پیر صاحب کی نام داره طریقه را چیسته؟ آلی به نام از او مریدایش خدا به لقبی همو پیر میکنه. در بدر چی شدیم؟ امی مردم ها یکی با دیگه خود جور است. از شما سوال میکنم، یا میگه نقشبندی از ابوبکر رضی الله عنه مانده، قادری از عمر رضی الله عنه، همینطور میگه گمان میکنم، سهروردی از عثمان رضی الله عنه، او چی چشتی از علی رضی الله عنه مثلا. یا میگه خیر چرا ما بینتون یکی دیگر را رد میکنی؟ چرا در بینتون نمیطور کار دو چیسته گوشت هسته؟ وقتی که 4 طریقه از 4 یاری پیغمبر آمدن، یکی بالای دیگه باید اعتراض نکنی. آلی 2 پیر با هم جور هستن، یکی دیگه خدا کافر میکشه، یکی دیگه خدا. عجیب نیست؟ یاد داشته باشه این تفرقه ها از کجا آمده. قرآن براتان معرفی میکنه که دسیسه کارای اول از کیست. این کارا را کی به مردم تعلیم داد و کدام مردم است؟ قرآن میگه ود طائفتون. بله قرآن کتاب انصاف است، اینطور هم نمیگه کلگیشان، نه. بعضی مردم ها در بین یهود بسیار مردم مخلص و مسلمان هم پیدا میشه، مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. او را قرآن همینطور خوب میگه. قرآن قلم چلوپا را سر کلگی نمیکشه. ود طائفتون، دوست داره یک جماعت، امو جماعتی که خیلی کینتوز است با امرای اسلام، حسد دیرینه از سابق داره، اسلام نمیخواهشان شوکت ترقیشه،
از او خاطر تلاش داره که حتما رای مقابله را آماده کنه. مقابله نظامی را از او زمان تعالی را نداره او نه میتونه، لیکن از راه های دیگر نفوذ کرده در بین مسلمان ها. رقم حالت ها را در مسلمان ها آورده. چی در رقم یا دوست دارن؟ دوست داره یک طایفه از اهل کتاب، من اهل الکتاب، از اهل کتاب، لو یضلونکم، آرزو تمنای آخری شانی نمیسته. لو یضلونکم، اگر شما را گمراه بسازه، تلاشش نمیست، ارمانش نمیسته که شما را از دین چی بسازه؟ بی دین. زمان سابق تلاش میکرد که مردم نصرانی و یهودی شوه. خب آلی چیسته؟ آلی و پی بردن که مردم یهودی و نصرانی میگه مطلق بیدین بسازشه. بیدین نمیفهمی آلی؟ بیدین یعنی چی مانا؟ که شعائر اسلام خود یا نشناسه، پابند برش نباشه، نماز نشناسه، روزه را نشناسه، شراب و بگوی عسل برش یک رقم معلوم شوه، بی حجابی و حجاب یک قسم برش معلوم شوه. دمو سرحد مسلمان را رسانده آلی یا نرسانده؟ رسانده، بالکل رسانده. اینطور مردم امیال رمضان مبارک تیر شده خو یک روزه را هم نگرفته. دمی کابلتان سند دارم، من برای ما زنگ زده شده، خواهرها برادر زنگ زده که زنم روزه نمیگیره، چطور کنم؟ و زن زنگ زده که شوهرم یک روزه را هم نگرفته. اینطور مردم ها هست. ایرم اگه بیدین ساختن، این شبکه ها کلش برای بیدین است. تمام روز دمی رمضان مبارک شما چینل های خبیث ببینه، از طرف مسلمان پخش میشه یا کافر. در افغانستان مسلمان هست یا کافر و یهود و نصارا است؟ هندوها زندگی میکنه یا نه که افغان ها زندگی میکنه؟ خود تمام روز در چینل هایشان غیر از هندویزم، غیر از نعوذ بالله عکسای لچ و برهنه دیگه چیز است؟ شما خوب ببینید. یا باز خود مسلمان میگه او آجی صاحب خوش است که ما چینلی تلویزیون جور کردیم، خدمت به مردم کردیم. نه، خدمت به مردم نکردی، خیانت به مردم کردی، تو در بدر کردی. این تلویزیونای لعنت او برادر و خواهرها در رمضان قطعا پشت امو برنامه خوبش نگرده، امورم بند کنی بیخی، بالکل بند باشه. امی مای عبادت ما رم در بدر بکنه، امی مای عبادت ما رم نمیگذاره که امو خوب باشه. این کلش دستیسه های کیست؟ یهود است. ود طایفه من اهل الکتاب، دوست داره یک جماعت از اهل کتاب، آرزو داره، تمنا داره، هدف نهایی داره، لو یضلونکم، اگر شما را گمراه بسازه. خب لیکن این آرزوها در زمان پیغمبر علیه السلام هم بود، امروز هم است. آرزوهایش در زمان پیغمبر قطع خاک یکسان بود. در زمان پیغمبر آرزوی یهود چی بود؟ قطع خاک یکسان بود، خاک ددانش بود، خلاص. محنت میکردن، حسد میکردن، اما در دست چیزی نمی آمد. چرا؟ وجهش میدانی؟ خبر ندارن که اونجا شاگردای کیست؟ محمد رسول الله. درس از کی یاد گرفته؟ از محمد رسول الله. اونجا تربیت از کی یاد گرفته؟ از محمد رسول الله. او را تزکیه از طرف دست کی شده؟ محمد رسول الله. اونجا مجاهدین توسط کی ساخته شده؟ محمد رسول الله. شخصیت هایی که از جان تیر، از مال تیر، از اولاد تیر، از زن، همه چیز قربان خدمت کی؟ دین الله. و اینطور مکتب پیروی نکرده که مردم واره گشتانده بتانه. یکی از معجزه های پیغمبر علیه السلام است کسانی که در قلبش ایمانی راسخ داخل شده، باز سندی نداره که بازگشته باشه و ایمان گذاشته باشه. سند داره؟ سمیه واره، یاسر واره رضی الله عنهما که کشته میشه، در شترا بسته میشه. خباب ابن عرط رضی الله عنه واره در دار بالا میشه. خو لیکن ایمان گذاشته؟ نگذاشته. آرزوهایش قطع خاک یکسان است. اما امروز آرزوهایشان قریب که در ثمر برسه. قریب است که به ثمر برسه. قریب به خاطر میگم ای برادرای و خواهرای جوانم، اگر امی درس قرآن و حدیث نباشه، امی تبلیغات دین نباشه، باز شما میبینی که حالت چقدر دیگرگون میشه. چقدر. خب انشاءالله ما علما را امی پیشنهاد داریم. ای علما، نقطه مشترک داریم. در قرآن خیلی اختلاف نداریم. برو در مذهب اختلاف داریم، در قرآن خیلی اختلاف نداریم. جناب عالم صاحب در هر مسجدی که هستی درس قرآن بگو به مقتدیا، درس حدیث بگو به مقتدیا.
اگر لااقل خودت گفته نمیتونی مانع مقتدیایت نشو که در مرکز قرآن خو بیاید، مانع نشو. بان که می خواهر و برادر در یک مرکز قرآن خود برسانه، گپا بشنوه که ما دشمن کی داریم، چی برنامه دارد دشمن، ما را چه قسم گمراه می سازه، ما را چه قسم سر ما فشار میاره، چه قسم حمله میکنه. بیایی که حال حمله ها را قرآن براتان نقشه های حملهش برای ما بررسی میکنه، بیان میکنه برای ما چی رقم حمله میکنه، ایران برای ما بیان میکنه. و ما یضلون، الله میگه گمراه نمیسازه الا انفسهم، مگر نفسای خدا. نفس خدا چرا گمراه میسازه؟ یا همیشه حسد و کینهشان علیه اسلام خیلی زیاد است، روز به روز تمام محنت و زحمتش برای پیدا کردن نقطه اعتراض علیه کیست؟ اسلام. شبهه پیدا کردن علیه اسلام. از همون خاطر کلی تلاش و کوشش به می خاطر است. از وقتی که هر روز تو نقطه خلاف علیه اسلام پیدا میکنی، بدبینی تو قطع اسلام چی میشه؟ زیاد شده میره. میره نمیره؟ خیلی زیاد شده میره. که زیاد شده رفت بدبینی تو، تعصبی تام زیاد میشه. او انسان که تعصب کرد بدبینیش زیاد شد، باز در او رای حق امیدش هست که بگرده؟ او رای حق بپذیره؟ این مردم یک چانس خبرش بود، اگر شبهه اعتراض انتقاد نمیکرد، بدبینی نمیداشت، حسد نمیکرد، تعصب نمیکرد، یک چانس داشت که یک روز نه یک روز از سخنان گوهربار پیغمبر صلی الله علیه و سلم متاثر می شدن. اما یا در جبهه مقابل دور قرار گرفت، هر روز سنگر اسلام فرکو. اسلام خب پیشرفت کرده میره، او هم پشتی سر رفته روی عقب نشینی کرده رفت. بالکل از پذیرفتن حق چی شدن؟ محروم شدن. قرآن میگه و ما یضلون، گمراه نمیسازه الا انفسهم، مگر نفسای خدا در گمراهی زدن، حق برشان میسر نشد. خلقین بیچاره که و ما یشعرون، یا شعور نداره. نه عالی مثال چیسته برادرها؟ در ترجمه قرآن کریم که شریک میشه دو قسم مردم است. یک قسم مردم اینطور مردمایی هستند که در ذهنش تعصب ضدبازی نیست، میایه هارا میکده ترجمه میشینه، خب دقیق دایه تای قرآن کریم این می رقم میشینه، خب گوش میمانه، حقایق خب میبینه که مولوی صاحب گپای غلط زده، خطا زده یا راست زده. بالکل بعد از اینکه ترجمه قرآن ختم میشه میپذیره که یقینا قرآن اینطور میگه، من باید قرآن بخوانم. هر کس که برام میگه قرآن بخوانم، سری مقصد قرآن بدانم، حالی قطمه ضد نمیکنه. یک تعداد مردم پرشودگیست از طرف دیگر روان میشه، او در روز اول دمی ساعت اول که میشینه نقطه اعتراض قرار وقت جور کردگیست. یک سوال خواهد سابق جور کرده، برش گفته که وا میگه رفع الیدین، تو دیستی برش بگو که یهود و نصارا آمده، او تو رفع الیدین مسئلهش میگی همین تو راست یا نیست؟ نه برادرم، در تعصب ننشین، در فضای آزاد بشی، ذهنت تنگ نساز، وسیع بشی، بشنو، جمع کو، در ترازی انصاف بگذار که کدام طرف گرنگ است کدام طرف سبک است. تو از انصاف کار بگی. اگر اینی تو آدم بودی حق برات میسر میشه، اگر نه که در تعصب بودی، در ضد بودی، هر روز در صدد ازی میشی که چی انتقاد پیدا کنم. رفع الیدین منسوخ دیگه چی؟ آمین بالجر منسوخ. تراویح چند 20 رکعت، امیر رقم که مردم میخوانه. اینطور بس روز به روز کتابا را تلاشی میکنی که یک قول از کدام جای دلیل هم نمیشناسه، قول یک مولا را میاره. قولی کی را میاره؟ میگه امام طحاوی صاحب گفته که منسوخ است. امام طحاوی منسوخ کرده میتونه تراویح را؟ عجیب نیست؟ این مردم مچم چرا اینطور هستن؟ نکنه تعصب نکنه، در انصاف بشینه، در مجلس ما نبیه، در حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه بکنه. آلی در کامپیوترتون کلی حدیثا با امرای سندا، با امرای تحقیق سندا وجود داره. تو را بالله قسم به انصاف بشی که کدام راه حق است و آیا تو در حق است یا نه، کدام نقطه حق است کدام نقطه اشتباه و باطل است. بعد نقطه اشتباه و باطل از بین ببری. ما کلی مذاهب رد نمیکنیم، تو نمیگیم که کلی مذاهب نعوذ بالله بد است. مذاهب الحمدلله در 100% 99% ان شاء الله چیسته؟ بگوی گپای حق گفته. خب ما او گپا را میپذیریم. چرا میپذیریم؟ به این خاطر میپذیریم که گپ احمد ابن حنبل است، به این خاطر میپذیریم که گپ امام ابو حنیفه است، مالک است، شافعی است رحمت الله علیهم. نه، به این خاطر میپذیریم که دلیل از قرآن و چی داره؟ حدیث پیغمبر داره. خب یک گپش که دلیل از حدیث پیغمبر نداره، او را دیگه حاضر پیش میکنیم
که ما مامور نشدیم که گپی تو را بپذیریم. ای احمد ابن حنبل صاحب، ما مامور شدیم که گپی رسول الله صلی الله علیه وسلم بپذیریم. به انصاف بشی تحقیق بکو، پیش ما نبیا. و ما یشعرون، یا شعورم نداره که ما خود در بدر کردیم از میدان حق، از پذیرفتن حق، نظر به انتقادات اعتراضات خود، از پذیرفتن حق خود چی کردیم؟ محروم کردیم. یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله، یا اهل کتاب چقدر جای جفا است، چقدر ظلم است. عجیب نیست؟ اهل کتاب هستی، کتاب امرایتان از خود ادعا داره که کتاب آسمانی است و در کتاب خودتان امو مسائلی است که در شان پیغمبر علیه السلام پټو پردم بیان نشده، واضح بیان شده. قرآن میگه مذمتی از یارا بیان میکنه، یارا ملامت میکنه. لما تکفرون، چرا انکار میکنه بیایات الله، به احکام الله که در کتابای خودتان در شان پیغمبر، در شان دین، در شان نظام آمده، در شان قرآن آمده، چرا انکار میکنه؟ و انتم تشهدون، شما خود قائل هستی که کتابای آسمانی است، گپایش حق است. همین گپا خود کتاب خودتان است، چرا نمیپذیری؟ ما امروز به مخالفین خود دعوت میدیم، اهل کتاب هستید، دمو کتابای خودتان. اگر در کتابای حنفی تقلید حرام نگفته بود، اگر در کتابای حنفی تقلید بد نگفته بود، بیا دستی مرا قطع کن، ما برات سند میدم که تقلید خود بد گفته. لیکن چرا حقایق چرا پنهان میکنه؟ مردم واقعیت ها را بگو. اگر خودت پیروی نمیکنی، یک مقتدیت خود پیروی کنه. دو، یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. این نقطه ها اگر در جامعه مسلمانان علمای امروزی ما کرده باشه، حق تلبیس کرده باشه امرای کی باطل وانمود مثل حق میکنه، حالان که او حق نیسته. چی میگه؟ حالی دعا بد است، حالی دعا خو مغز عبادت است یا قبول نداره. او بدبخت عوام چرا تلبیس سرش میاری؟ ما دعا را بسار و چشم قبول داره. دعا را چطور قبول؟ از دعا کسی منکر شود چیست؟ کافر است. این الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت اونجا با اون چیست؟ عن دعایی سیدخلون جهنم داخرین است. لیکن تلبیس میاره سری عوام، ما را معرفی میکنه یا که خیرات قبول نداره، زیارت قبول، ولی را قبول نداره. او بدبخت، نکو تلبیس، نکو مختلط. ما دعایی که خلاف طریقی کیست؟ محمد رسول الله قبول نداریم. خیراتی که خلاف طریقی کیست؟ زیارت که خلاف طریقی کیست؟ بگوی امو آدابی که خلاف طریق پیغمبر رسول قبول نداریم. و برادر مطلق دعا را نمیگیم، تلبیس خالی فهمیدی معنیشه. لما تلبسون، چرا التباس میاره، مختلط میسازی الحق حق، مضمون واقعی را بالباطل، با امرای مضمونایی که باطل است. مسائلی که در شان پیغمبر آمده بود، نشانه ها را یا گرفتن تغییر دادن.